رفتم پیش ترامپ. میتونی برا. خب ببین اگه منم نرفتم کور خوندی. من به ترامپ گفتم با تو دوست نشه. کی گفت من میخوام برم جای ترامپ؟ نگاه کن، عشق کن فقط. الو داش مسعود، سلام مسی جان. میگم امشب چمنمون نشه. واسه چی نشه داداش؟ امشب چمن آزادی میبینمت. فعلا داداش. حل داشتی میبینمت فعلا. داشتی؟ از اینجا به بعدش هم فیلم عکساش میاد میتونه ببینیم. خدا کنه به شایزه نده. بابا مسی جان. حاج اینجا که خراب است. نه استادیوم آزادیه دیگه. آزادیه دیگه؟ مگه فوتبال دیگه؟ اینجا خراب است دیگه. ولش کن، این اصلا مسئله مهمی نیست. بیا به جایزه بدم. اوه مرسی. به موشک بدیم باش هواپیما رونالدو رو بزنم. چشم. چیزی که اینجا زیاد داری موشک. خونه داری تو ایران؟ نه ایران خونه ندارم. میخوام بهم خونه کادو بدین. نه یه چیز خیلی بهتر. میخوام آب و برقشو برات قطع کنم. چی شد؟ اصلا گور بابای زرر مسی جان، خودت ناراحت نکن. هم آب و برقتو قطع میکنم، هم به افتخار دلار رو میکنم 120 فیکس. دیگه چی میخوای؟